سلام، امروز خواستم براتون یه نکته آموزشی راجع به طراحی آبرنگی بگم. طراحی آبرنگی رو حتما باید رو زمینه مات بزنیم. بنابراین هر موقع خواستیم طراحی آبرنگی کنیم یه مات میزنیم و طراحیمون رو شروع میکنیم. طرحهایی که لایه لایه زده میشه توی آبرنگ حتما باید لایه قبلی خشک بشه. مکس میکنیم 1-2 ثانیه، بعد لایه بعدی رو میزنیم که اون خطای طراحی از بین نره.